در دوره سفر کره پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق و پیش از آغاز همایش تنتنوی بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان یکچند انشاءات سطحی مختلف که با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، سهم صاحبکاران وطندوست عالی همت، سخاوت‌پیشگی اهالی و ساکنان بنیت ادای حج مبلغ گم کرده جماعت‌های دهات بنجیگت شهرستان بنیاد شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. با شرکت نماینده وکالتدار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به تجلیل جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی، سردار اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و ناحیه شهرستان، نخست بینای داعشانه شعبه اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان در وضعیت متنتن مورد استفاده قرار گرفت. بنا از تخانه و دو آشیانه عبارت بوده، ساختمان آن 2 سال مقدم با خرج 4.5 میلیون سومانی اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده بود. در تخانه بنا بایگانی که اساس فعالیت کاری کارمندان را تشکیل می‌دهد جای گرفته، در آشیانه یکم رزانه یگانه، 6 حجره کاری، کتابخانه و در آشیانه دوم دفتر کاری مدیر شعبه، 6 اتاق کاری، آشخانه و جای استراحت کارمندان با طرز و اسلوب معماری ملی اروپایی بنیاد کرده شده است. خرسندی بخش است که در 2 آشیانه و طور علاهیده 2 عددی اینفراستراکچور یاردرسان تشکیل و با تجهیزات معاصر تامین کرده شده است. راهرو و پاغونده ها و دالان 2 آشیانه با مرمر استحصال وطنی و نقش نگار فلزی آرا یافته است که شهادت از هنرمندی بناکاران ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود نعمت الله 2009 را می‌دهد. در مراسم افتتاح شعبه اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه و گروه کلان ساختمانچیان و کارگران فعال افتخارنامه‌ها و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. مهمانان و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و ناحیه شهرستان همچنین در افتتاح بنای مرکز سلامتی دهه سیبزار جماعت دهات بنجیکت شرکت نمودند. بنای مذکور و جای انشاءات در حالت صدمه قرار داشته برای حشر ساکنان دهه سیبزار، سهم اهالی صاحبکاران و اشخاص بنیت ادای حج مبلغ گم کرده دوام نزدیک 2 سال و با خرج 1 میلیون سومانی قامت افروخته امروز به خدمت مردم پیشنهاد کرده شد. اکنون مردم با صرف مبلغ‌های زیاد تا مرکز ناحیه که نزدیک 30 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و یا شهرهای خوجند و استراحشان نرفته سلامتیشان را در دهه برقرار می‌سازند. در دوره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شهر و ناحیه‌های ولایت سوق استقبال سزاوار از جشن همایون 33 سالگی استقلالیت دولتی، 30 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس‌یابی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان امروز در ناحیه شهرستان بنای معاصر داعشانه مأموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در ناحیه به طور متمم مورد استفاده قرار گرفت. بنا با طرح زیبای مأموری معاصر عبارت از 9 دفتر کاری، تالار و دالان‌های منقش و با دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و حشر عمومی استاها، خشچین‌ها و پردازگران و رنگوبارچیان در کنار راه کلان نقلیات‌گرد شهرستان استراحشان خامد افراخت. در مراسم افتتاح بنای مأموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در ناحیه شهرستان معاون اول رئیس معظم حزب خلق دموکراسی تاجیکستان ابراز داشت که تأسیس‌یابی حزب ثمره دستاوردهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. امروز هر یک عضو اعضای حزب جهت در عمل تطبیق سازی دستور و هدایت‌های آینده‌ساز و آبادگرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کمر همت بستند. در ادامه این چاره‌بینی‌ها و ساختمانچیان با امر و دل وجدان در این کار خیر دست مدد رسانیده افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطرمان مناسب دانسته شد.